دست تو دست هم بذارید. دنیا فقط یک روزه. دنیا 60 سال 70 سال نیست. دنیا فقط یک روزه، اونم همین امروزه. فردا نمیدونیم چی میشه. پسر شیخ ابراهیم، حاج ابراهیم نشستی اینجا، بهترین استعداد داشت. هم خوب نمیدونه فردا چی میشه، هم بد نمیدونه فردا چی میشه. پسر حاج ابراهیم رو صندلی نشسته، استعداد دولتیش عالی بود، تو مدرسه دینی بندر بود، استعداد دینیش عالی بود، اون کفاف نکرد. وگرنه یه شیخ زیایی دیگه میشد تو منطقه، یه شیخ عبدالله دیگه میشد با این قرائت زیباش. دنیا فقط یک روزه، اونم همین روزه، ارزش نداره. دست تو دست هم دیگه. چقدر زیباست این سوژه که همدیگه رو حلال بکنیم، دست بدیم تو دست هم دیگه، برای امروزمون تلاش بکنیم، الگوی خوبی برای فرزندانمون باشیم، عضو مفیدی تو جامعه باشیم. عمر تو به اندازه ای که تو مفید بودی و خدمت کردی مال شماست. هرچی مفید نبودی مال شما نیست. مرگ، علما میگن وقتی که ملک الموت اون سیخ وارد بدنت میکنه، تو بیدار میشی. یعنی دنیای غفلته، انسان در غفلت فرو میره تا ملک الموت بهش رسید، یه اشاره بهش کرد، حالا بلند میشه، فکر میکنه که حالا بیدارش کرده که زندگی بکنه. نه، اونجا بهش میگن وقت تمامه. با آمدن ملک الموت و اسرائیل هممون بیدار میشیم دیگه. اونجا در توبه بسته میشه، پرده چشم انسان هم برداشته میشه، حتی ملائکه ها رو میبینه که دارن میان برای قبض روحش، اعوان ملک الموت. کارمون به اونجا نرسه، از هم دیگه حلالی بطلبیم، دست محبت و حلالی و همکاری به هم دیگه بدیم، همدیگه رو تو آغوش بکشیم، بر این همه سال دوری و جفا گریه بکنیم، بریم خونه بر بگردیم، از همسرمون بچه هامون اگر در حقشون کوتاهی کردیم حلالی بطلبیم. امروز سر سفره نهار روز جمعه با یه لبخند دیگه، خانمت بذار کنار دستت، این دخترت این طرفت، پسرت اون طرفت، اون دختر کنار، اصلا لقمه به لقمه دهن بچه هات بکن تا ببینن بچه باباشون امروز عوض شده. امروز باباشون عوض شده، از نماز برگشته، هیچ تو 50 سال همچه کاری انجام نداده. بیا دخترم این لقمه تو دهنتو بذارم. از همه حلالی به طلب.